از بدو ورود به مرز عراق و ایران، جایی که خاک با موکب‌های محبت و خدمت در دو سوی جاده صف کشیده‌اند و هر آنچه زائر را در مسیر رسیدن به کربلا یاری می‌کند تقدیم می‌نمایند. لقمه گرم، لیوانی آب خنک، بستری برای استراحت و خدمات دیگر. ورود زائران به راحتی انجام میشه و از سوی موکب‌هایی که در مرز مستقر هستند مورد استقبال قرار میگیرند. این موکب‌ها نه تنها غذا در اختیار زائران قرار میدن، بلکه فعالیت‌های مختلفی از جمله محافل قرآنی، مجالس سوگواری و خدمات بهداشتی ارائه می‌کنند و همچنین به زائران کمک می‌کنند تا به مکان مناسب برای خواب برسند و روز بعد به سمت کربلا حرکت کنند. در جاده‌های منتهی به شهر شهادت، اتوبوس‌های رایگان یکی پس از دیگری زائران را جابجا می‌کنند. ما سعادت داریم زائران را از مرز شلمچه به کربلای معلی منتقل می‌کنیم. این دومین سالیه که این کار را انجام میدیم. امسال 50 خودرو برای این کار اختصاص داریم. انشاءالله سال آینده 1000 دستگاه خودرو به این کار اختصاص خواهیم داد. ما در خدمت زائران هستیم. با وجود آنکه دمای هوا از حد تحمل فراتر است، خادمان موکب‌ها استوار ایستاده‌اند. در این صحنه مرز میان ملت‌ها رنگ می‌بازد و دست‌ها در مسیر امام حسین علیه السلام به هم گره می‌خورند تا از مرزها پلی بسازند که راه را تا کربلا بگشاید. و طبق عادت سالانه مردم شریف عراق پذیرای مردم جمهوری اسلامی ایران از مرز شلمچه تا کربلای معلی هستند. سهیلا بدوی، خبرگزاری صدا و سیما، بصره.